سلام به شما. تا حالا فکر کردین وقتی یک کشور تحت فشار خیلی شدید بین‌المللی قرار میگیره داستان رو چطوری برای مردم خودش تعریف میکنه؟ امروز میخوایم دقیقاً بریم سراغ همین موضوع و ببینیم ایران این دنیای پر از تنش اطرافش رو چطور قاب‌بندی میکنه. این جمله از یه مقام ارشد ایرانی همین اول کار تکلیف رو روشن میکنه. ببینید، اینجا دیگه مکانیزم ماشه یه ابزار دیپلماتیک نیست، بلکه یه ابزار تبلیغاتی و خصمانه است. یعنی چی؟ یعنی ما اصلاً توی یه میدون دیپلماسی نیستیم، بلکه وسط یه جنگ تمام عیار روایت‌ها ایستادیم. خب برای اینکه این برخورد روایت‌ها رو بهتر درک کنیم قراره از 5 تا زاویه به ماجرا نگاه کنیم. اول از فشار جهانی شروع می‌کنیم، بعد میریم به میدان اصلی نبرد یعنی توافق هسته‌ای. یه نگاهی به استراتژی ادعایی برای مهار ایران میندازیم. سیگنال‌های ضد و نقیض اروپا رو بررسی می‌کنیم و در آخر می‌بینیم که پاسخ خود ایران به همه اینها چیه. خیلی خوب، بریم سراغ بخش اول، دنیای از فشار. ببینیم این منابع صحنه جهانی رو چطوری برای ما ترسیم میکنن. نکته کلیدی توی این روایت چیه؟ اینکه اروپا از خودش استقلالی نداره. وقتی میگن اروپا به دستور آمریکا عمل میکنه، یعنی دیگه هر کاری که از طرف اروپا انجام بشه یه مذاکره مشروع نیست. فقط اجرای دستور یه قدرت بزرگتره. و خب این کل ماهیت بازی رو عوض میکنه. از دید این منابع فشار روی ایران یه اتفاق جدا و یهویی نیست. اونا میان این فهرست رو جلوی شما میذارن تا بگن ببینید این یه الگوی رفتاری همیشگی از طرف غربه. در واقع اینا شواهدی هستن که نشون بدن داستان ایران فقط یه تیکه از یه پازل خیلی بزرگتر و خب تاریک‌تره. خب میرسیم به بخش دوم. میدون نبرد اصلی کجاست؟ توافق هسته‌ای. یعنی همون برجام که جنگ اصلی سر اونه. قبل از اینکه بریم جلو باید با یه مفهوم کلیدی آشنا بشیم. مکانیزم ماشه یا همون اسنپ بک. فکر کنید یه جور دکمه ریست خیلی قدرتمنده. هر کدوم از طرفا اگه حس کنن ایران به توافق پایبند نیست، میتونن این دکمه رو فشار بدن و بوم، همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران یک طرفه برمیگرده. پس میبینید که چقدر ابزار حساس و قدرتمندیه. و خب اینجا دقیقاً جاییه که همه چیز قفل میشه. اروپا میگه ایران توافق رو نقض فاحش کرده، ایران هم در جواب میگه نه، این کار شما یه تلاش شکست خورده و غیر قانونیه. ببینید وقتی دو طرف یه ماجرای واحد رو انقدر متفاوت تعریف میکنن، دیگه عملاً جایی برای حرف زدن باقی نمیمونه. این همون اوج جنگ روایت هاست. بخش سوم، استراتژی مهار ایران. حالا داستان جالب‌تر میشه. این منابع میگن ماجرا فقط یه اختلاف دیپلماتیک ساده نیست. انگار یه نقشه، یه کتاب راهنمای از پیش نوشته شده برای مهار ایران وجود داره که ازش پرده برداری میکنن. و خب این نقشه از کجا میاد؟ توی این روایت انگشت اتهام مستقیم میره به سمت یه نهاد مشخص، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها یا همون FDD. اینا یه اتاق فکر تو آمریکا هستن، یعنی کارشون طراحی استراتژی‌های سیاسیه. پس از این دیدگاه FDD یه مؤسسه تحقیقاتی بی‌طرف نیست، بلکه معمار اصلی نقشه مهار ایرانه. این نقشه دیگه یه چیز کلی و مبهم نیستا، کاملا مشخصه. ببینید چقدر جزئیات داره. از یه طرف میگن باید از آقای گوروسی رئیس آژانس انرژی اتمی حمایت کنیم که خب یعنی نفوذ توی سازمان‌های بین‌المللی، از طرف دیگه کمپین رسانه‌ای علیه ایران را بندازیم. همزمان جلوی نفوذ چین و روسیه رو هم بگیریم تا نتونن از ایران حمایت کنن. یعنی یه استراتژی کاملاً چند بعدی که از همه طرف ایران رو هدف گرفته. و این نقل قول دیگه تیر خلاصه، چون طبق این روایت خود کارشناس‌های FDD دارن اعتراف میکنن که رئیس آژانس انرژی اتمی توی پیشبرد برنامه‌های آمریکا خیلی موثر بوده. خب این یعنی چی؟ یعنی بالاترین مقام یه نهاد که باید کاملاً بی‌طرف باشه داره برنامه آمریکا رو جلو میبره. این اتهام خیلی بزرگیه، نه؟ حالا بریم سراغ بخش چهارم و یه نگاهی بندازیم به سیگنال‌های ضد و نقیض اروپا. چیزی که این منابع بهش میگن استانداردهای دوگانه. اینجا یه سوال خیلی مهم پیش میاد. اینکه چند تا کشور اروپایی اومدن فلسطین رو به رسمیت شناختن، به نظرتون یه حرکت واقعیه از ته دل یا فقط یه ژست سیاسیه، یه کار نمایشیه برای اینکه ظاهر رو حفظ کنن؟
خب، برای جواب دادن به اون سوال، بیایید به شرط‌های بریتانیا نگاه کنیم. اینا شرط‌هایی هستن که لندن گذاشته. از دید این منابع، این شرط‌ها انقدر سنگینن که عملاً شدنی نیستن. انگار دارن میگن وقتی همچین پیش شرط‌هایی میذاری، یعنی واقعاً نمیخوای این اتفاق بیفته. و این دقیقاً همون چیزیه که یه حرکت رو از یه اقدام واقعی به یه کار نمایشی تبدیل میکنه. و همه این انتقادها توی یه عبارت خیلی تند و عجیب خلاصه میشه. سندروم خودتحقیری. این عبارت خیلی فراتر از نداشتن استقلاله. داره میگه سیاستمدارهای اروپایی نه فقط از آمریکا پیروی میکنن، بلکه این وابستگی رو با جون و دل پذیرفتن و انگار دارن خودشون رو تحقیر میکنن. این واقعاً اتهام سنگینی به کل سیاست خارجی اروپا است. خب، رسیدیم به بخش آخر. بعد از این همه فشار و نقشه و استراتژی، حالا نوبت پاسخ ایرانه. ایران در مقابل همه اینها چه داستانی برای گفتن داره؟ جواب ایران رو میشه توی همین تصویر و این جمله خلاصه کرد. تکیه بر روحی بزرگ و اراده‌ای همیشگی. این یعنی دکترین مقاومت. روایتی که تمرکزش رو از فشارهای بیرونی برمی‌داره و میذاره روی قدرت و ایستادگی داخلی. و اینجا یه چرخش داستانی خیلی هوشمندانه داریم. این روایت میگه دشمنان ما بدون اینکه خودشون بخوان یه لطف بزرگ در حق ما کردن. فشارهاشون باعث شده ما با هم متحدتر بشیم و یه اتحاد مقدس ملی شکل بگیره. یعنی توی این قاب فشار خارجی نه تنها ایران رو ضعیف نکرده که هیچ قوی ترش هم کرده. و ما همین بحث رو با همون سوالی تموم می‌کنیم که خود این منابع مطرح کردن. یه سوال که تمام این داستان‌های متضاد رو تو خودش جا داده و قضاوت نهایی رو میسپاره به شما. توی این جنگ پیچیده روایت‌ها، به نظر شما تهدید واقعی برای صلح و امنیت جهانی کیه یا چیه؟